الو سلام علیکم. و علیکم السلام. برادر غریب نغزی سازی سلامتیات خوبه. تشکر برادر عزیز، امیدوار هستیم شما اما هم خوب باشید. بردم به قوت. تشکر. بفرمایید. ای اخیراً برادر عزیز بله گوش کن. همین برنامه تو معقوله. مثال من ده مردمی خلوص مردم همین بدخشان ده معقول. آها برنامه حقیقت برنامه نغزه. آها برادر همین یک گپ است ده همین شما مثال همین پارتیا مثال چین همون پارتیاتون چه من همین نمرات دادن گفتن همین اکو گفتن همون ژنو و ایسوسو همون اروپا ده مقصد برنامه خودشون دارن ضد همین حرامزاده مقصد برآمد میکنن و گپ میزنن اصلا خیلی گروه 24 بله هست. نه تنها در ژنو، در روسیه، در من ترکیه، مثال قرقیزستان، قزاقستان، در همه جا، حتی در داخل تاجیکستان. انا من مقصد یک گفتنی دارم همین مقصد همین پارتیای شما مثال همین همه کار بار شما ضد همین دولت تاجیکستان هستند ضد همین رژیم ضد رژیم دولت تاجیکستان نه، ضد رژیم رحمانوف اویلش. ضد رژیم برادر نگاه کنده مثال همین ولایت مختار کوهستان بدخشان نه همین زمین فروختن اینا با رفتن گپای بسیار زدن مثال کلانومون خیلی معلوم مثال همون دوشنبه و کولوبا کلانوش همشون شکستن شنوندن مثال کلانو در نظر کی دارم مثال اپوزیسیونر مثال همه را شکستن براتان یوکی اکا همین ولایت بدخشان همین شیروی نرشه فینانسیر و کرده میتونیم مثال مقصد گپی مرا فهمیدی اکا؟ بله فهمیدم. مثال آدمو که بروین زیدی همین رومی مثال کلونومون طلب میکنن ایمون طلب میکنن نه ما مثال آخیران خونمون مقصد میروونیم کلونومون نمیتیمو مقصد گپی من چی مقصد گپی من که ایرا پروستا بگپ بسخن اوسو کرده نمیشود مقصد کم ترک نو تو اسکاگ و بشنید مقصد فهمیدم. وظیفش ویا گرفته نمیشود بله با همین برادر. گپ با همین برنامه میست بله انمی برنامه برای همون مردم بیدار کردن هست. انمی برنامه برای مردم سرجم کردن است. بفرمایید برادر. دویم ممه چیه؟ دویم ممه مردم سرجم کردن مردم فینانس سرجم میکنن فهمیدی؟ فینانسیر ود تمام مقصد اینا قرقیزستان دا چی شد مثال اوقا پریزیدنشون ظالم بود حرامی بود مثال چیکارش کردن گرفتش دانستم با چی ضرب گرفتنش برادر با چی ضرب با ضرب مثال جنگ برای که به جنگ نمیشود مثال ما خون مونه دیگه نمیدونیم خونخور شده گه مردم وست تاجیکستان مثلا مسکو دا اوقا بیچاره میبینیشان گیریت میویا که سترویکا دا خوابن مثال این مردم ما در امی تاجیکستان خودمان ما غلام شده است فهمیدی اکا؟ بله برادر از همین فرصت استفاده برده بیا یک کمی درباره بدخشان صحبت کنیم. همین شب و روز در اونجا چی چیز میگذره چی گپ خبر هست؟ ما در اون رسانه ها بسیار میخونیم میبینیم. همین ما مثال همین ما اوزی مثال خود ما غریبی دهیم مثلا غریبی دهیم مثال در او بدخشان و یا میخوان مثال کلانامون گیرن اپوزیسیونرامون گیرن نه که وای اپوزیسیونرا را یگان کس و یا دن نمیتید مثال ما ای کودکمون تو کلانمون میخیزن تو زنک و دختر بچه‌مون میخیزد جنگ میکنن خیلی که سال 2012 جنگ کردن همه خیلی میخیزن با جنگ میکنیم نخوا که همون وست تاجیکستان ده تنها یک بدخشان ناموس کرد و یک بدخشان ناموس دارد این مردم ناموسش کجا شد این قمه زنن خودشون ما شعری نر میگن ما این میگن ما او میگن مردم بیچاره در مسکو در ژنو و در اروپا گریخته رفته است مثال بدخشان ده برات بدخشان ده یک چی شده است بدخشان اینا با تیر و یراق گرفتن نمیتونن اینا نزنچ نیره میدونن
با تیر و یارق گرفتن نمیشود و تنها با دستی بدخشانی و خودشون مثال یک خیل پرداژنی شکوروی رومیو قدیم فهمیدی که مثال طرفدار همین رژیم هستن با دستی همونو فقط مثال شوری موری کرده استن با جنگ دوختن یعنی مثال جنگ خواسته استن جنگ شود اگر ما تیاریم ببشه مردم بدخشان از گودکی 16 ساله گودکی 12 ساله با جنگ تا 60-70 ساله را ای دخترای 16 ساله با جنگ تیارن تا 60 ساله 70 ساله زنک مثال ما ای زنک تا مرد ما میخیزیم جنگ میکنیم مثال برای ناموس خودمون برای مثال زمین خود نه که جای یک گپ دیگه یکا نخو که همین تاجیکستان ده تنها همین مردم بدخشان با ناموس مونده دیگهش به ناموس شده نخو که همین خیل بود اگر همه مثل خودت انمی خیل با ناموس باشن انمی خیل بدور باشن رحمانوف خودش میخیزه میروه. به هر حال صحبت طولانی نکنیم برادر عزیز. رحمانوف فکر نکند که به مثل سال 2012 به سر صدا امسال هم مثلا که این دفعه هم حمله میکند. اولش که خدا او روز او جنگ نیارد اگر آورد این دفعه به سال 2012 نماند. این دفعه اگر یگان اقدام خطا یا احمقانه بکند از سر سبیلش بماند. بله و شما مردم بدخشان تنها نیستی برادر. مقصد گپی ما همین که همین دفعه که شد همین برنامه تون همین پارتیتون خطی پدرشکه کنین. اگر ما بدخشان در مثلا جنگ شد ما جنگ میکنیم تا فصل خون مونه میتیه مثال میره ما جنگ میکنیم برای زمین و برای برادر و برای خواهر برای گودکامون برای اتوب و چامون میخیزیم برای ناموس ما میخیزیم جنگ میکنیم. خیلی سال 2012 مثال جنگ کردیم همین خیلی جنگ میکنیم. نه که شما که یک خواهشی مثال خواهشی خیلی خواهشی بناموسانه ده و همین برنامه تون همین یک خیلی به ناموس در رسانه که خیزه بیدار شوه نخو کلخوست چی مردم تاجیک غلام کنده نخو کلخوست چی مردم تاجیک غلام کنده. آخی تاجیک معنای تاجیک تاجداره غلام نیست ای کوکا. بله ما با شما هستیم. خلاصه ما هم با شما هستیم و در خدمت شما هستیم و بدخشان هم یک جزء بدن تاجیکستان هستی و رحمانوف نمیگذاریم که یگان احمقی کند و اگر هم کند ما در پهلوی شما هستیم. تمام مردم تاجیکستان با یک پا میخوزانیم. این دفعه با مثل دفعه گذشته نشوه. ایرا آگاهی قبول میکنن، ایرا تهدید قبول میکنن، ایرا التیمات قبول میکنن. این پیغام با رحمانوف این خطایی 2012 تکرار نکنن. ما را گوش کن همین پسلید نگاپا ما گوش کن همه مردم تو سونده پروست بیدار شون. همین دو بیچاره بایا نه مال دارن نه مالکیت دو اپوزیسیونری که مثال ای پشت مردم میخیزن گپ میزنن مثال میخیزن گودکاشون جان گودکاشون دادن گودکاشون مردن. فهمیدی اکا؟ امو دو اپوزیسیونری دیگه در همین بدخشان مونده همون نور هم گرفتنن برای هم کمی گومکا بیدار شوید مردم رسونید به همین برنامه تون که خیستن در کوره او مردم خیستن در کوره گپ زدن در کوره توکای مردی تاجیک کرتای زنکی میپوشه میگرده توکای ای کی بس میشوه. ما باوری ندارم این مردمی تاجیک ما به ناموس باشه. قلبا باوری دارم که ناموس داریم نه که خیستن در کوره او برادر گپ زدن در کوره ترسیدن در کار نیست. روزی هستی یا که گپی من؟ بله برادر بله ناموس انا غیرت دلیری را از مردم بدخشان ما باید بآموزیم. ما با شما برادر عزیز فخر میکنیم با مردم بدخشان. پدر درآمد انا میخه شیروی نر دیگرم باشن که مثال خیزه همه خیزه او بدخشان دا و خیلی شید اوخی شهر در خب نکنن خیزه میتین کنن
چی با سالداتوی بیچاره را میبرن سالداتوی بیچاره را میبرن کوهستان دا میپرتوین جنگ کنه خلقی خود اونا کشه نخواه همین مدنیت باشه در ماه رمضان این حالی با خواسته استن که مثال نوتینجی شود بدخشان ما همه طرف تیاره مثال ما همه طرف مثال لوبای رسکلات ما تیاره نه که همین مردم وست تاجیکستان دا مثال همین بیان دارم دا که همین وست تاجیکستان دا ای برادر خیزه این مرد تنو دا بدخشان نیستو مردو هستن مردو را کمتر پدیرشکه کنید اقلا خودتون یگان کار نتونید پدیرشکه کنید دیگه شما یگان چیز در کار نیست پروست خیزید نترسید میتین کنید بروید بیرون یک تتا میکشند دو تتا میکشند اوخی همه خلق توجیک نمیکشند یو کی نه اکا درست برادر 100% گپت درست است انا کجان با همی گفتنی و ما تمام شما ده 1000 رحمت تشکر برادر اونا پیش برید برنامه ای اولی جناب ملدیز وقتی شما گپ میزنید ای پراویلنی گپ میزنید مثال اگه نادرست گپ نیست پراویلنی گپ زدن در کور رژیم خطیروزی نیست مردم گپ زدن در کور ترسیدن در کار نیست این خیلی نه که دو بیچاره اپازیتانه را ای قردوخ شون قبیدیان گریفتانی شونن اکه اونا را در دو ایات نمید یا خلقی بدخشان اما خلقی بدخشان میخیزد و را نمید یا یکون کسو نیکی اکا پروستاد گاب زنید نمونین ای پالو نگاه نکنید گاب زنید شد نه این دفعه با دفعه گذشته نمونه مردم تاجیکستان مطمئن باش که در پهلوتان هستند و شما را تنها نمیگذارند این گپ همی ایده مثال یا مردم بدخشان تاجیک نیست اما تاجیک خیستن در کور بله خیستن گپ زدن در تشکر برادر صحبت با دفعه آینده میمونیم زنده باشی خدا نگهبان